من یک خوب دیدم، خواهی نقل کنم؟ نه خدا چی گفت دیگه؟ شیورت تو بیاری با مناسبت افتتاح چهاربینی من چی میخواهد؟ این من از کجا میدانم؟ ما در جا مصلحت کردیم. عبیدالله رجب. السلام علیکم بینندگان عزیز، تماشابینان محترم. اینک واخره نوبتی ما در قصر بزرگترین که در تاجیکستان هست. این قصر هنر است. این بنای تئاتر اکادمی درامایی به نام استاد ابوالقاسم لاهوتی است. خواهش میکنم دوام دهید. اینجا در پهلوی ما دیرکتور تئاتر اکادمی درامایی به نام استاد ابوالقاسم لاهوتی که تربیت گیرنده همین تئاتر بدن و امروز این کاخ هنر را سروری میکنن، لطفالله دولتوف. براو. من بسیار خواهش میکردم که با سرود لطفالله دولتوف این نمایش آغاز بخشیم. آدمی باسواد در سلین آباد خواندگی نشود. شود. در کوی جانان آمدم، دل را ببین در کوی جانان آمدم. سر واژگون تن غرق خون افغان و خزان آمدم. سر واژگون تن غرق خون افغان و خزان آمدم. دل را ببین در کوی جانان آمدم. دل را ببین در کوی جانان آمدم. جانان است پر درد و پر افسانه است، از بحر درمان آمدم. پر درد و پر افسانه است، از بحر درمان آمدم. دل را ببین در کوی جانان آمدم. دل را ببین در کوی جانان آمدم. خواهد که جان پیشش رود، دل بر در آغوشش دود. خواهد که جان پیشش رود، دل بر در آغوشش دود. دنیا فراموشش شود، مست است و میمان آمدن. دنیا فراموشش شود،
مست است و میمان آمدم دل را ببین دل را ببین در کوی جانان آمدم دل را ببین دل را ببین در کوی جانان آمدم سر واژگون تن غرق خون افتان و خزان آمدم سر واژگون تن غرق خون افتان و خزان آمده دل را ببین دل را ببین در کوی جانان آمدم دل را ببین دل را ببین در کوی جانان آمدم در کوی جانان آمدم افتان و خیزان آمدم اکای لطفالله هزار تشکر. راست گپ وقتی که لطفالله تماشا میکنی اگر که ندانی گمان میکنی که عموما این حافظیه نمیداند. نمیدونستم. یک جوان مرد بسیار خاکسار عادی صمیمی و اگر کسی که نشناسد تئاتر یکی بینه که در صحنه میگه این میشناختم روز هم صحبت داشتم. مرد خیلی خوب چنان دانشمند است که و وقتی که رول بازی میکند و در رول وارد میشود با دیگر آدم. وقتی که در توی معرکه در یک اونجا میبینیم که لطفالله سخنهای شیرین میگوید باز یک عالم دیگر. اصلا کسب اکتیاری کسب هنرمندی همین است. میخوام در حقیقت همه از صحبت شما که بعضا هنرمندایی هستن که در صحنه مثلا ابراز میآفرن یا که در طریق تلویزیون و در فیلم میبیند تماشابین لیکن در حیات هم میبینید همون آدم است. باید هنرمند حرکت کند که در حیات دیگر باشد و در صحنه مثلا ابراز آفرد خاراکتر آفرد. اوه عالی رفیق پالکونیک بهترین از اون شما هم بد نیکو آفرین بهترین ها واقعا جسد آن زنی کشته شده رو من دیدم. زنی تقریباً 40-43 ساله بود. تشخیص یگان چیز رو معین کرد؟ بله رفیق سردار. تشخیص طبی اندازه پایافزال در گچ بوده رو 41 معین کرد. لیکن ایزی انگشتانش رو پیدا کردن نتوانستیم. این چونین کیفیزن. اگر این غارت میشد رفیق پالکونیک زن سمکه‌اش رو در اینجا نمیگذاشت. فهمو. یک وقتا در دهات یاد داشته باشین ما شما را دعوت کردیم خانه پدر. بعد وقتی که گفتن که عبیدالله رجب مهمان خانه ما است تمامی همون مردم دهات آرزو داشت که یک بار از نزدیک بینن استاد. همدیارشونه. همدیارشونه. همدیاری که من از طریق تلویزیون میدیدم. بعد همون جوانو دعوت شدن آمدن دوامی 2 ساعت 3 ساعته که در خانه ما شیشتن اکای عبیدالله یک جمله گپ زدگی نیست. بعد وای گفتن این خیال کردیم که اکای عبیدالله قتی که شیشتی اکا دیگه ای خندیده را سست میشه. نه که اودام گپ نمی. یعنی هنرمند با فکر من باید همین خیلی هم باشد که اون چیزی که در صحنه و در کینو و در اکران است مثلا باید اون ابراز آفرین می شود. من اینا نشنیده بودم یگان بار. اینجا یگان گپ است. اینجا تگ یگان کوسه تگی کوسه نیم کوسه بری. در پهلوی شما و من یعنی که در بین من و شما یک بانوی هنر که من بسیار احترامشان میکنم دوستشان میدارم افتخار میکنم که در تئاتر روسی کار میکند و اینقدر فیلم هایی که به زبان تاجیکی ترجمه کردن کس حیران میشود که این بانوی هنر چهرهش را به کمتر از اون که در تئاتر روسی قریب با روسا مناشدگی هست. زن دوست ایسان است.
و اینقدر زبان تازه دارند و اینقدر خاراکتر و ابرازهای مختلف ایجاد کردن در کینو در تلویزیون که کس حیران میشد. این کس مولانا دختر اکای نجم الدین. سلامت باشه. ما شما دوست می‌داریم همچون هنرپیشه، همچون یک دوست، همچون یک شخصی که امروز هنری مردمی تاجیک به عالمیان معرفی میکنید، تاجیکستان معرفی میکنید. من خبر دارم که شما به نزدیکی از روسیه آمدید، خیلی از روی شنیده ها و گفته ها موفقیت خیلی کلان به دست آوردید و روزها از اشتراک شما که در تئاتر روسی قریب 90% هنرمندا تاجیکا هستند اینقدر قایل شدن. من از این موفقیت شما خیلی سربلندم. شما تبریک میگویم و بیننده هایم تبریک میگویم. خوش آمدن، خوش آمدن. که از سفرتان یکم چیز؟ اصلا سفر تئاتر ما زیاد سفر میکند. خیر همه ما و شما میدونیم که حاضر جهان در چه حال است و نوابسته به این یعنی سفر ما برگزار شد. رفتیم در یک طیاره کلان همگی 24 نفر هنرمندای تئاتر بودیم. رفتیم اول مسکو، از مسکو 16 ساعت در اتوبوس نشستیم و طرف شهر کیروف. خوش قبول کردند و باید که یک 50% تماشابین می اومد از روی معیاری که امروز باید که تماشابین باشد. اما تالار از اونم زیادتر شد و روز یکم کمتر بود. وقتی که نمایش تماشا کردند و اینقدر نمایش با اونا پسند آمد، روز دوم علاقه تا دوم آشیانه پر بود و حتی رهبر همون تئاتر کیروف کنستانتینوف تمامی هنرمندای خودش دعوت کرد و این به محبت دعوت کرد و گفت آمده بینید هنر نقش‌آفرینی از تاجیکا یاد گیرید. با خدا همین گپ بود. و بعداً پیش از نمایش آمدن گفتن که میکروفون اگر لازم داشته باشید میکروفون چیم، یعنی بلندگویی. گفتیم که نه، ما اصلا کاری ما در تاجیکستان به میکروفون است، به بلندگویی. حیران شدن که این چگونه تئاتر است، چگونه هنرمند هستن که اینقدر تالاری کلان به بلندگویی. اما وقتی که دیدن کاره، یعنی به بلندگویی صدای تا آخران تماشابین هنرمندا برده رسوندن، فکر میکنم که این یکی از بهای بلندترین برای تمامی هنرمندای تاجیک است. یعنی در سیمای ما تمامی تاجیکستان دیدن، تمامی هنرمندای تاجیک دیدن و بها گذاشتن. دوامش موافق نقشه؟ همه کار موافق نقشه. و خاطره ها خیلی خوب و خیلی خوب بود و کار یک طرف. وقتی که بعدی کار به سیر و تماشا میبر آمدیم میگفتیم که کجا مال ارزان باشد. حتی یک مگزین هم پیدا کردیم بغیر از کار با خاطره های خیلی زیاد. عجایبه؟ بسیار. سلام. السلام علیکم. این مغازه عثمانی سنگشناس؟ بله همین است. چی میخواستید؟ شما عثمانی سنگشناس؟ ها من. شما علاقه محکم کردید؟ بله چی خدمت کنم؟ میخواستم که اصلی بودن سنگ همین انگشتری رو معین میکردید. میدونی چی؟ اسباب‌های معین کننده سنگ را این سحر از خانه نآوردم. اگر خواهید به خانه رفته سنگ شما را معین میکنیم، بعد از اون از پس کارهای خودمون میشویم. مرحمت میرویم. مرحمت. نمیدید؟ با فکرم این خیرت که شما در همین حقیق گمان کردیم که شما را نمیابیم. انیق معین کردن میتوانید ها؟ البته. من درباره تئاتر تاجیک امروز هر کس اندیشه های ارخیله دارد و گویا که تئاترها کار نمیکنند، گویا که یگون چیزی خوب ندارن و عموما همین چیز دائما
در کجا که نشنه میگیم که برادر کسی که نرفته است از دنیای تئاتر خبر نداره نگوید اینا نمیدونن نه که میگن که گویا لیکن ببینید تمام فستیوالایی که بیرون از خاک تاجیکستان در خارج میشود همه وقت تئاتر تاجیک جای اول اشغال میکنن جایزه اولی نمیگیرد این تئاتر جوانان مثلا چندین کشورهایی که رفت از اونجا مکافات‌های جای اول قطعی آمدن تئاتر لاوتیف با اسپکتاکل فردوسی قرقیزستان رفت یکی از جای اول یعنی که تئاتر روسیه هم اینه که من گمان میکنم همه چی لازم هم باشد تئاتر موقعی خودش رو دارد در جمعیت در زندگی و باید همیشه تئاتر زنده باشد گپ همین تئاتر معرفگری ملت است معرفگری چهره ملی تاجیک است از امروز شما خیلی موفقیت پیدا کردید درست است که در خارج کشور یعنی که بیرون از تاجیکستان که در روسیه شما در زبان مادری آنها حرف زدید آنها باوری نداشتن گفتن شاید که زبان ویران میکنن یعنی که لهجه قدی گپ میزنن زده و بعضی عباره ها را نادرست تلفظ میکنن اونا از این چیز حیران میشوند و همون راهبر تئاتر کیرف از آن حیران شده بود که اینقدر شما تازه صاف یعنی که اکادمی حرف میزنید یعنی که شما زبان آنها را به خود آنها باز معرفی کردید این محبت شما نسبت زبان روسی و اعتبار و بزرگترین بودن این ملت یک بار دیگر شما اثبات کردید عموما با دیگر زبان ها برای مردم تاجیک تلفظ کردنش بسیار آسان است برای ما من ندیدم که اگر او زبان عربی باشد زبان ترکی باشد زبان روسی باشد در یگان جا یگان تیما یگان کلمه نادرست تلفظ کرده باشه این خاص این ملت است برای دیگر ملت ها فرض کردیم که گرجی ها ارمنی ها اگر 1000 سال دیگه هم زندگانی کنن اونا با لهجه گپ میزنن اکسنتی همون وایشون میمونن در ما نیست این چیز همش درست است در کاغذ هم درست نوشته شده است همش خوب همه درست در پهلوی من یک خانم نشسته است که من بسیار احترامشان میکنم من نمیشناختم اول من نمیدونستم بعد در یک 30 سال پیش نمیدونستم و با یک آدم بیعقلی که رو در یک کینو گرفت در یک کینو گرفت و روز اول شناسایی یک سگ به من هجوم کرد ولی که خیرس بریم بود همین سگ از دروازه در آمدن همراه امنشتگی بودم اونجا به هجوم کرد و همون سگ چونان اخو یک دیو برین است و اول با کوچک بود است همین آمد و همین خست همین دو دستش همین کتفی من به ماند من لیسیدن گرفت شناخته است اوقاف خش تبار شد شناخته است دیگر یگام که جرأت کردن نتوانست همین ماه پیکر با تمام آواز داد میزد که نجات دید نجات دید من آوازی اما یک آواز یک و دیگران بودن از مردان بودن اکتیاران بودن حتی صاحبی و دیرتر آمد بعد خیلی گفتن که این اشاره خوب است یعنی اگر که سگ همه خیلی مهربانی کرده باشد خیلی سگ بعد بردن اون طرف منم دیگه هیچی گفته نتونستم سگ بردن گفتم گیره سگ از من خفه شد سگ از من خفه شد سگ از من خفه شد بعد رفت بالای یک کوری جای نمیده ایستاد ماه پیکر یگانه آدمی بود که با آواز بلند داد میزد همون داد شما تا حاضر در گوش من ماندگی است زبانوی زیبا همانه که تجسمگری تقدیری نوی زنان کوهستان است اگر فهمید این هم باشد یک زیبا سلام نمیدونم که در دوره جوانی تمی خیلی داد زدگی بودی یا نبودی؟ نه من اصلا داد نمیزنم استاد من آدمی آروم طبیعت تا اون وقتی که عصبم خراب نکنم عصبم داری؟ ها به فکرم همه عصب دارن یکی اینگاه درست نباشده؟ اقلب در جایش جنی شده می تو دمچینه بله خاطره خیلی زیاد هستن و یک خاطره عجیب سال 89 بود که با لطفالله دولتов ما در یک فیلم تلویزیونی با هم نقش آفریده بودیم یک ناول عجیب 89 بود 89 بود بله و در اونجا کارگردانی اون ولیجان نظرов بودن اگر خطا نکنم
و یک صحنه بود که ما هر دو یعنی همدیگر رو دوست می داشتیم. باور کن من نمیدونستم قسم به وجدانم آدم نباشم. در فیلم یعنی در نقش این خیلی من دوست می‌دارم که لطفو رو به نهایت احترامم زیاد است، چون به نهایت شخص سخی هستند. تمامی آن خوبی هایی که هست در اکای لطفو من می‌بینم و احترامم رو می‌گذارم. بود یک لحظه که من درک نداشتم، بین خودشون همه گفتن که باید همین یعنی مهر و محبت این دو نوجوان نشان داده شود و همین گونه شد که مانند فیلم های هندوگی موسیقی می رفتم و به همدیگر یعنی با روزی دل نه یعنی با چی میگن واخوری بود باید اینا من گرفتم با یکدیگر یعنی می دویدیم با طرف همدیگر با مهر و محبت. و همین لحظه دویدن آمدن ناخواست یک بوسه می من در حقیقت در حیرت موندم. من نمیدونستم. من که در مسکو میخوندم، من به مسکو پرواز کردم، ولی از پشت اکای لطفو مادری من نمیدونم 22 روز یا 3 روز در کوفتکوبی لطفو دولت بودن. بعد من با گفتن که احتیاط کن که مادر موپایکر از قفات کوفته زده از اگر یابد ممکن که جزوت کرد. حالم میکنم حالم هیچ کار نکردم. او اهریمن نیکی هایم را به بدی برگرداند. شوخی ما رژیسور داشتیم، رژیسور چه سپارش میداد و اجرا میکردیم. موپایکر در حقیقت زنی دوست داشتنی است، هنرمند خوب است. من چندین نمایش‌هاشون در تئاتر جوانان به نام محمود جان واحدوف چیزی که خودشان حاضر معرفی کردن دیدم و قائل هستم به هنرشان. بعد انسانی بسیار عجایب هستند. یک لحظه را من به شما نقل میکنم. پارسال غیر چشم داشت موپایکر در زادروزی من دروازه گشوده شده این کس در آمدن. من هیچ انتظار نبودم. خیر اویلم همه را میشناسد آمدن و هم موپایکر جان مرحمت از همه جای زیباترین خانه بشناندیم. همراهشان یک گینکولوگم بود. بعد 6 تن همینجا آمدن اویلم من آمدن مهربانی کردن. خیر اونجا بسیار شخصات دوستای نزدیک من بودن و از ادیبا و از وای بسیار نبودیم، ما 10-15 نفر بودیم. بعد موپایکر پیدا شد. اکنون در حقیقت موپایکر است، نامش هم به خودش مانند. بعد اویله من اومدن صحبت کردن این کردن یک باره همه اگردنشون یک ماهی بود، کلون بود. چی بود فامیلا چی بودم نامم چی کلون بود. کلون گرفتن و در گردن زنی من انداختن. نقره بودن، نقرگین بسیار خوشروی زیبا. این زنی من باید دیگه چیکار کردن شدش. من گفتم که نگرد و علاقه انداخت و آویزان شد. بعد اویلم این طرف پیش من آمده گفت که چیکار کنم. من گفتم خیلی تو نداریم خیلی اگه ماهی دیگر برادتی گفت که نه ماهی چه نمیشه ما. بعد گفت که نه ندارم. من گفتم مار چی مار هم نداره. مار میگم در حقیقت است. من یک بار یک توفه آورده بودم، من از کجا آورده بودم، ماری تیلویی بود و این دومش گزیدگی باید میگزد. من گفتم همون کجا کردی؟ ایگو و یک توفه کردم دیگه هیچ نمونده است. من گفتم یگون چی باید جواب گردانی. خیلی چیکار کنیم؟ خلاصه همون لحظه وقتی که موپایکر به خانه ما آمد اینقدر مهربانی کردن، اینقدر خرسند شدن از مهمانای من، از اهل خانواده ما، سخنهای خوب گفتن و همون نشست تا حاضر در یاد مهمانا و دوستایی که شما را نزد میشناختند ما معرفی کردیم در یادشون مانده است. یعنی که موپایکر با قومهای ما را به هم پیوست میکنند، دوستای ما را به هم متحد میسازد. یک آمدنشون برای اهل خانواده من و نبیره و کیرین و فرزندای ما چقدر تاثیر گذاشته است. بسیارتر وقتی که من رو در نقش‌های منفی میبینن و وقتی که کامنت‌های میخونم اینقدر
гапҳо нисбати нафрат, вале як чизро дарк намекунанд ки мо ҳунарманд ҳастем. яъне чӣ тавре ки шумо гуфтед, мо нақш меофарем, образ меофарем. худи вуҷуди мо ин гуна нест. яъне мо одамои бад нестем. не мопайкарҷон, яъне ки ҳамин қадар ба образ дода мешавӣ ки мардум бовар мекунанд. бовар кардам ва мебинанд ки ҳамин як чашмош анамиха мекунад, аллакай метарсӣ. تو با شوهری من عشق ورزی میکنی؟ من با تو نشان میدیم همه ایمون با افت بشرات یک بار نگاه کن پیر دختر تو با شوهری من عشق ورزی میکنی؟ من با تو نشان میدیم باید یک تا کنده چیکار کردی شده؟ ایستا میمونی پیر دختر باید دستگیر کنی؟ این طرف یعنی با اون طرف رو سرده دختر سنی دیوونه تو برای چی با اینجا آمده جنجال و خرخشه میبرداری؟ تو کاری دیگر نداری ها؟ تو نمیدونی؟ من این اویمچه تو رو دبدلاش رو زدم میبرارم فهمیدی؟ ای تو مرا شرمنده کردی شرمنده باز طرفش رو میگیری؟ باز طرفی همون با تو گردن بندت کن گردن بند؟ من با تو 100 گردن بندی دیگر خریده میدیم میفهمی 100 گردن بندی دیگر خریده میدیم هیچ چیز در کار نیست فهمیدی؟ هیچ چیز در کار نیست یگانه تئاتر دراماوی است در جمهوری تاجیکستان. ما دو تئاتر داریم، تئاتر اکادمی یعنی که عالی، از این بزرگتر تئاتر بغیر از تئاتر اپرا بالت که ژانر و یا دیگر است دیگر وجود ندارد. خودتون چه خیلی حس میکنید؟ بعضی تئاتر تاجیک من امروز خوب ارزیابی میکنم. مثلا همچون یک کارمند همین تئاتر فرزند همین تئاتر من گمان میکنم که در دوران شوروی مثلا در یک سال تئاتر لوتی 3-4 تا نمایش با صحنه میگذاشت به تماشابین پیشکش میکرد. ما حاضر تا 8 تا 9 تا این سال 7 تا نمایش تهیه کردیم. بود این سالی که جهان هم زیر لرزه همین بیماری بود. من یاد دارم که ما تربیت گیرنده همین تئاتر هستیم از سال 59 تا 64 یعنی که 5 سال در استودیو همین تئاتر با خواندیم یعنی که با معلومات عالی گرفتیم. بغیر از این با من انستیتوی صنعت با خواندن تمام کردم. یک وقت از شاعر بازار صابر سوال کردن که همین شعر چیست؟ گفت شعر همین است که کسی شعر میداند مفکورش بوی می شود جهامینش دیگر می شود و در صحبت شیرین سخن می شود صحبت کرده می تواند. این همین انا وقتی که مردم ما بعضن اگر با تئاتر بیاد من گمان میکنم که معرفت و فرهنگ و خیرت و آداب و وشون زیادتر می شود. هنرمند اکتور باید دانا باشد کتاب بسیار خواند. حاضر کمبودی هم هست که مثلا کمک جوانای ما میترسی که گفتن که مثلا از یگان نویسنده سوال دادن میترسی چون که ممکن جواب دادن نتواند. خیلی ما دائم میگوییم که شما هنرمند تئاتر لاوتی باید از همه باسواد باشد. اکا لطفا میخوام که امروز خانات با یک سرود دیگر حیات چه خیلی که میگویند خوب است. همین سرود خواندن هم این یک هوس و شوق است. درست. این شوق و هوس جوانی است. امکانات باشد از همون سرودایی که داشتیم از همون سرود میشه. گردنی خود حملی مرجا کرده ای حال دلی من زی خود پریشان کرده ای در گردنی خود حملی مرجا کرده ای حال دلی من زی خود پریشان کرده ای دوست مزدی قاشایی پیوست خدا با یک نگاه دلی من حیران کرده ای دوست مزدی قاشایی پیوستی خدا با یک نگاه دل من حیران کرده ای به خدا یار تو هستم و خریدار تو هستم
کن از من جدایی که گرفتارت هستم گرفتارت هستم کمک کن از من جدایی گرفتارت هستم گرفتارت هستم چشمای سیاهی تو کنم بنشینم و اندیشه برای تو کنم اندیشه چشمان سیاهی تو کنم اندیشه چشمان سیاهی تو چی خوش ای یار شیرین جان من فدای تو کنم اندیشه چشمان سیاهی تو چی خوش ای یار شیرین جان من فدای تو خدا یار تو هستم من خریدار تو هستم و خدا یار تو هستم من خریدار تو هستم کمک کن از من جدایی که گرفتار تو هستم گرفتار تو هستم کمک کن از من جدایی گرفتار تو هستم گرفتار تو هستم چشمانی خمار تو شدم من بسته به زلفان چمار تو شدم من عاشق چشمانی خمار تو شدم من بسته به زلفان چمار تو شدم از دور نگاه کردش تو با رفتی دیوانه ای رو ساری چناری تو شدم از دور نگاه کردش تو با رفتی دیوانه ای رو ساری چناری تو شدم به خدا یار تو هستم من خریدار تو هستم به خدا یار تو هستم من خریدار تو هستم کمک کن از من جدایی که گرفتار تو هستم گرفتار تو هستم کمک کن از من جدایی که گرفتار تو هستم گرفتار تو هستم کمک کن از من جدایی که گرفتار تو هستم گرفتار تو هستم کمک کن از من جدایی گرفتار تو هستم گرفتار تو هستم از موی سفید پرسیدن که در واخری در مکتب گفتن که بابا جان چند به در آمده؟ گفت 110 به در آمدم بچه 110 به شما چی میخورید؟ خیر من هر چی میخوریم ما میکنیم این میکنیم من آبی چشمه باد و هوای تازه کتاب میخونیم فردوسی میخونیم انا خیر اینا میخونیم تئاتر ها میریم تماشا میکنیم خیر کافی مینوشیم تماکو میکشیم عرق میخوریم کم کم گفتن که وای در همین سین سال شما عرق هم میخورید؟ گفتن که ها اگر من عرق نخورم اومن نمیمورم کیروی نوشیدن هم نیست یک مردک شرابی بود ازد بسیار دویم هر روز مست خانه می آمده است خیلی غلطیده و برداشته و همین تا همین درجه که همین بیچاره همین زنش بیزار شده است از همین زندگی سپیرت گفته است که مردک اگر یک بار دیگر شما همین عرق نوشیده مست بیایید من هر چیزی که دارم همین خانه است و من برآمده میروم اگر نروم گفته قسمی بسیار سخت خورده است که من از این زندگی بیزار شدم و میرم دیگر نمیبیام
خیلی مردک دیگه گفت از زنم رابط من چی کار میکنم؟ گفت از بس دیگر نمینوشم. خیلی بعد مردک یکی دوی مینوشدگی چی خیلی است؟ یک هفته 10 روز 1 ماه ننوشده است ننوشده است. بعد خماری همون شراب گرفته است. یک روز کجا میرود یک شیشه عرق خودش میزند در خونه رود زنش همون قسم خوردگی برآمده میرود. بعد بالا یک خرک همون بیرون کجا بوده است درون یگون باغده همونجا خواب میرد سحر پگو میخیزد و یک دست روش کجا به میشوید خیلی خونش میبیند اوجه علاقه هشور شدگی زنگ میزند که زنش میبراید میگوید که کجا بودید؟ همین همکورسو قطی وا خوردیم راست گپ همین همکورسوی چند سال ندیدگی قطی همین رفتیم یک جا هم عبید کردیم و همین یک جا رفتیم بلیارد بازی کردیم بلیارد تو سحر این همی توغوز را بلیارد بازی کردیم در همکورسو قطی. بعد میگم بوی عرق میکنی کو؟ با بوی بلیارد کنم آخی. وزیر اکیلیت فول در برای زن و شوهر گفتن همینم یک لطیفه هست. اوما شما میگن شوهر کردید روز؟ نه دروغ است. نه همین خشونیدم من نمیدونم گپ روز است نیست؟ نه اگر من شوهر میکردم حتما توی با شما دعوت میکردم. من نمی آمدم. آدرس کردم. زن و شوهر زن از شوهرش میپرسد که تو شب نامی کیه گرفتی؟ شوهرش میگه چه نامی کیه گرفتم؟ نه تو شب تماما نامی یک زنی بیگونه رو گرفتی. شوهرش میگه که ببخش زنک جان شب تو رو نشناختم. راننده ماشین یک ماینه ماشین میزند ماینه میغلطد بیهوش. این راننده دلش میسوزد میبراید نگاه میکند که خیلی قناتکش شکستگی پوچه‌اش زخم خورده است. ماینه بیهوش بار میکند میبرد خانه میبرد خیلی پوچه‌ش میبندد قناتکش راست میکند ملهم میمالد. بعد درونی قفس جا میکند ماینه. بعد چند لحظه ماینه به هوش میآید این طرف اون طرف نگاه میکنه که درونی قفس محکم دادی ماینه میگه خدا زد با فکرم که شفیور مرد من حبس کرد. زنک بلوی سری شوهرش کسل وزنی. بعد همون شوهرش زنش جیغ میزند میگن که جبیو زنک راستی من اکنون میروم از این دنیا و راستش هم میگم بعد میرم ببخش گناهی من بخش من بسیار خیانت ها کردم در حق شما. کی زنش میگه همین گپای مونید مردک آخی حاضر شما فکری ما سلامتیتون نکنید یک خدا گوید آخی یک فکری این فکر رو از سرتون دور کنید آخی. نه میگه من نگو مگر نمیشه. اما دوگانت بود کو شب روزی عجایب بدین اما دوگانت قطعی هم جورا بدم. میگه خوب آخی من میدونم میگه که تمام کار کردگی همو برای اما متر زهر دادگی مار با معشوقش گپاشون زنش گپاشون میگریزد از خانه قهر کرده برآمده میرد بالا خانه کدام یک آدم دیگر به جای میگیرد. خیلی شب خواب میکنند مار را کم کنه لیکن خوشش به ماری خودش زنش اکن مار نگاه میکند که همونجا یک ماری سیاه خوب است. بعد پیش اون برود خیلی میپیچند مارا خیلی رو به هم میپیچند که بسیار همین توی ماری سیاه معقول میشدیم نمیگن خوب احمد گشته بودیم من خیلی زن منم مار خیلی خیل میکند وای میکند مهربانی میکند همون ماری سیاه فقط میگه دیگه هیچی نمیگه همه کار وای میشود این میکنند. بعد از من چند وقت میگذرد که این از این یکم طرف مهربانی نمیشد میبیاد فقط وای خوب است خیلی این قطعی وای عیشونوش میکنن با میرود از پای دیگه کارات میاد میخیر بعد میگه که نه. بعد زنش یکی نمیبینن میگه خیلی بیا قهر کردی که در کوچه ببینه قهر کردی که بیا میگه این مار میاد پیش زنش. بعد میگه که چه میگه زنک میگه تو یک تا یگونه میگه بالا خونه به چی کار میکردی؟ میگه همینجا من یک مارقتی شناخت شدم میگه همین یک 10-12 روزی که نبودم همون قطعی بودم میگه من
یگان چیزی پنهان کردن ندارم میگه. همه کار میگه نغز بود میگه. بعد میفهمم میگه این شلنگ بود است. همین دور زمانی که همین سالی که مثلا همین قدر سال وزنین همین سال گذشته یک برنامه شد همین پروفسور از مسکو از روسیه همین یک گپ زد گفت که بغیر ویروس گفت جهان یک ویروس دیگر زیر کردگی که این دهشتناکترین است. همون مردم استودیا حیران موندن ترسیدن که چی گپه. گفت این روح افتادگی ویروسی روح مردمی عالم روح افتاده شده است. مثلا خنده از بین گم شده است روز به روز. در تلویزیون در تئاتر ما برنامه و اسپکتاکل و حجبی مونده استیم حرکت میکنیم. عموما حجب چیزی از همه در کاری است. همین چیز همین روز نیست و باید حرکت کنید. میگه که شما خودتون هر لحظه حیاتتون شیرین و با خنده گذرونید. در حقیقت همین شوخی لطیفه‌گویی این یک چیزی است که من میخوام که در همین تلویزیون توجیه همین چیز رواج بیابد. مثلا من بگذار از تمام گوشه و کنار باشد که همین صحبت تارا باشد و همین شوخی و خنده بیشتر شود. اگر همین نشود غلبه از بالای همین خیلی بیماری نیست، فقط خنده و بعد شوخی. میدونید چی یعنی همین حجوی که شما گفتید حجوی حوزیره خودمون کاسته شده است. سالم حجوی سالم در کار. بله حجوی سالم در کار. حوزیر همین سامانه اجتماعی میبینید یک کدام من نمیدونم بلوگر هستند و یا کی هستند چونون همون خودشون حجونیگور میگیرن و یک مسخره بازی و یک سخنهای قبیح یک مناسبت که در حقیقت مردم وقتی که حاضر توجهش زیادتر به همین سامانه اجتماعی است. حاضر کجایی که نرویم همه در تلفن و در همین برنامه ها و مردم همین چیز رو دیده قبول میکند. نه باید این طور نباشد. باید برعکس تلویزیون ها چطوری که شما حاضر گفتید یعنی همین چیزا باید از نو سالم در تلویزیون ها پخش شوند. یعنی دعوت کنن یک تئاتر استودیا من نمیدونم یک مینیاتюра بود با رهبری یعنی حاضر همون بلوگرها هم چی استفاده میبرن از همونه که نیست حجونیگور به مانند آدم در نزدش تعریف نمیکنن به مانند استاد عبیدالله رجبوف نیست. وقتی که ما خورد بودیم وقتی که برنامه‌هاشون میشدن ما تگی تلویزیون هر لحظه هر زنم باشد در سیمای هنرپیشه خودش هم میبیند میگن که کهنه شد. نه کهنه نمیشه. تشکر. من خیلی با مورد است و باید اینا هم تو سبک نگذرانیم همین ایده را. امروز زندگی مردم ما نمیگیم که همه در شهد و شکراب است و کمبودی ها خیلی زیادن در روزگار ما در زندگی ما. این پرابلم است، این مشکلات جامعه است. ولی هست بعضی مسئله هایی که یا مردم خودش من در نظر دارم که صاحبی همین کار اصلاح کردن دارند. یعنی که من در نظر دارم تلویزیون ها که ما قریب 8 تا 9 تا تلویزیون داریم باید که خود مردم تلویزیون باید دانند که مردم با چی باید سیر کنند. البته با خنده با کنسرت های زیبا ولی همین چیز نمیرسه. کنسرت هست ولی حجو در ما علاقه نیست. حجو هست حجوی سطحی بلند نیست. حجوی کوچگی است و مردم به همین ما عادت کننده شدیم. این بدترین چیز است که وقتی که مردم حجوی کوچک قبول میکند و اون از همه عالی میداند. حجو باید زیبا باشد، حجو کشنده نباشد، حجوی روح بخش باید باشد، حجوی زیبا باید باشد، حجوی باشد که مردم بیدار کنند. اصلا حجو یگان کمبودی ندارد. حجو کمبودی ندارد. حجو مردم زنده میکند. خون مردم دیگر میشود، روحیه مردم دیگر میشود. چرا امروز اینقدر مردم از حجو قماقند؟ چرا در تلویزیون ها حجو نگارها نیستند؟ حجو نگار را تربیت کردن در کار، با حجو مردم را تربیت کردن در کار. این یک ژانر بسیار مهم و درکاری است. متاسفانه تئاترهای کسبی پایتختم در مسئله حجو میلنگن. من خواهش میکنم با دراماتورگا همون وقت هم کار میکردن. یعنی با فضلالدین محمدیف
کار میکردن با فضلالدین محمدی. ما از دولت همسایه میگرفتیم، از برادرها میگرفتیم، پیسه ها میگرفتیم، میماندیم در صحنه. این چیز باید که در تئاتر مایاکوفسکی، در تئاتر اکادمی به نام ابوالقاسم لاهوتی که دوستی ما سروری میکند ماندن در کار است. اصلا تئاتر برنامه نمایشی که حجو است میگذارند. حجو باز محاکمه کردن در کار. با تماشابین که زریتلسکای کنفرانسیه میگیم که همونا وای کردن در کار است. یکمش که اکتورها زنده میشن، با آنها رو معرفی میکنیم و جامعه از این چیز برد میکند. اینا ما خودمون باید حل کنیم. از ما خوبتر اینا کی میداند دیگر؟ دیگی ما اون کدبانویی که در دیگ یک چی پخته است، در دیگش چی هست بغیر از کدبانو ما و شما هستیم، دیگر کی میداند؟ ما باید که تربیتگری تماشابین امروزه ما و شما باید باشیم. ما با از استاد غیرتشاه برادر ما، دوستی ما که همه ما را سرجم کرد، من گمان میکنم که همه ما راضی هستیم. تا اندازه یک شنگل آن دردی که در دل داشته ما گفته توانستیم، ولی اساسی گپامون نگفته مانده است، به آن خاطر که ما باز وام بخوریم. شاد باشید بیننده های عزیز، تا دیدن. من راستی میخواستم که یک دو جمله از دنیای مادرها گپ زنیم، وقت ما کم بود. انا درباره مادر بسیار قصه ها و داستان هایی که است و از همه بیشتر مردمی همین مشرق زمین به قدر مادر بیشتر میرسد و شعر و سرود و ترانه ها زیادن. من هم یک سرودی در شعر دولت سفر، یک سرود مادر چند سال پیش ساخته بودیم، یعنی کلیپ کرده بودیم. اگر امکانیت باشد و از طریق تلویزیون میخوام همون کلیپ پیشنهاد شود، چون که با یک فیلم خورده که از که چخیل تولد میشود در نزد مادر و دعای مادر خطی کلان میشود و شهر دوشنبه میاد و آدمی با آب رو میشود و مادر خبرگیری میرود. یعنی مادر از افتخار میکند از فرزند و فرزند از مادر. همون اگر شود من میخوام از طریق کلیپ پخش کنم. خاکستری غم باشم به خاکی درت مادر، از فیضی دعا گردم نخلی ثمرت مادر، از فیضی دعا گردم نخلی ثمرت مادر. گهواره خوابم کو طفلی هوسم بدار، گهواره خوابم کو طفلی هوسم بدار. سر در سری زانویت قربانی سرت مادر، سر در سری زانویت قربانی سرت مادر. پروازی نکن بینگر از بال و پرت مادر، پروازی نکن بینگر از بال و پرت مادر. سراب نمیگردد نظاره روی من، سراب نمیگردد نظاره روی من. مهر است برای دل چشمانی ترت مادر، مهر است برای دل چشمانی ترت مادر.
عمر همان بینی من صدقه به پیمانی امداد گرد مادر من صدقه به پیمانی امداد گرد مادر شاه از لطف تو فرمانی فرا گیرد شاه از لطف تو فرمانی فرا گیرد یک عمر غلام باشد جان و جگرت مادر یک عمر غلام باشد جان و جگرت مادر خاکستری غم باشم به خاکی درت مادر از فیض دعا گردم نخلی ثمرت مادر از فیض دعا گردم نخلی ثمرت مادر گهواره ای خوابم کو طفلی هوسم بیدار گهواره ای خوابم کو طفلی هوسم بیدار سر در سری زانویت قربانی سرت مادر سر در سری زانویت قربانی سرت مادر قربانی سرت مادر Auf Wiedersehen, goodbye, arrivederci, خلاصه کلام، چاو. با همه جواب